سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز، دوستان عزیز. نقطه زن گوفایند 66 رو مشاهده می‌کنید. محصول شرکت مینلب استرالیا به همراه متعلقات سیستم، یک سیستم کم حجم برای سکه یابی که به صورت تاشویی جمع میشه. بیلچه و هدفون و دفترچه راهنمای سیستم رو مشاهده می‌کنید. دوستان یه لحظه من سیستم رو باز کنم، بی زحمت دوربین رو نگه دارید. در مرحله اول شما برای باز کردن به اصطلاح قسمت آرنجی به این صورت میتونید، البته ضامن هم میتونید فشار بدید. بعد باز ضامن رو فشار میدیم، اینو باز میکنیم. همچنین لوپ و از این قسمت برای تنظیم ارتفاعش هم استفاده میکنیم. حالا چون برای اینکه فیلم بگیریم در همین حدود میذاریم. قسمت پشت سیستم اینجا که مشاهده میکنید 4 تا باتری 1.5 ولتی حالا آلکالین میتونید بذارید یا قابل شارژ میتونید بذارید. قسمت مربوط به هدفون، سیستم رو روشن میکنیم توسط این کلید. در منوی دستگاه همونطور که مشاهده میکنید چندین گزینه کاری داریم، 4 تا مود کاری برای سیستم. تنظیم نور LCD به اصطلاح خاموش و روشن کردن، گزینه مربوط به بلوتوث دستگاه که برای هدفون اینا استفاده میشه. حساسیت دستگاه توسط این 2 تا کلید کم و زیاد میشه. همچنین خدمت شما عرض کنم میتونید ولوم کاری یا صدای سیستم رو با این 2 تا گزینه به اصطلاح با این 2 تا کلید کم و زیاد کنید. گزینه مربوط به پین پوینت و همچنین گزینه مربوط به حذف موج‌های کاری سیستم یا حذف بگیم فلزات آهنی به صورت 100%. ما داخل محدوده مسکونی هستیم، حساسیت رو 3/5 میذاریم. خدمت شما عرض کنم سیستم رو الان با یک فلز آهنی تست میکنم. در مرحله اول گزینه اول مربوط به آهن با یک فلز طلا. 2 تا گزینه وسطی میتونه مشاهده کنید برای جواهرات به اصطلاح درب کنسرو و همچنین فلز طلا به صورت ورق یا به صورت فلزات کوچیک‌تر مشاهده کنید که فلز طلا رو هم سنس میکنه. فویل یا همون زرورق توی محدوده طلا هست. قوطی البته اگر الان بخوایم به صورت تکی گزینه رو حذف کنیم، اینجا مشاهده کنید که آهن رو به صورت 100% حذف میکنه. باز الان طلا رو که سنس میکنه اونم حذف میکنیم، دیگه طلا رو هم نمیزنه ولی فلزات دیگه‌مون نقره. سیستم هم به صورت به اصطلاح این قسمت‌هایی که چشمک میزنه مشخص میکنه که فلز شما چی هست. هم تفکیک شما صوتی دارید، الان صدای اینو مشاهده کنید. این قوطی رو ما بیایم اگر اینم حذف کنیم الان فقط نقره رو میزنه. این برای نقره صدا، اینم برای قوطی آلومینیومی. دوباره اگر برگردیم به حالت آلمتال شما نگاه کنید، این صدای طلا، این صدای آهن و این صدای نقره، یعنی کاملا متمایزن هستن. یعنی صدا شما با صدا هم میتونید تشخیص بدید که فلز شما چی هست. و یه گزینه‌ای که مونده فقط این پین پوینت، اینو که فشار بدید میتونید نقطه مرکز یا به اصطلاح هدف رو، نقطه دقیق فلز یا هدفتون رو با پین پوینت مشخص کنید. کلا نحوه عملکرد سیستم مشاهده کردید. موفق و مؤید باشید. بدرود.